یه بزرگی رو دیدن شاد، شنگول، خوشحال، گفتن این شادی رو از کجا؟ همه این جامعه غم دارن. او قوم، یکی غم داره برای بچه، یکی غم داره از دست بچه، یکی غم داره برای زن، یکی غم داره از دست زن، یکی غم داره برای ماشین، یکی غم داره از دست بیمه ماشین و لاستیک ماشین و تصادف ماشین و رنگ ماشین و فلان. هر کی به نوعی تو این جامعه غم، اونی که دارم غم داره، اونی که ندارم غم داره. چطوره همه این جمعه شکفه میکنن؟ اونی که دارم غم، اونی که ندارم غم. اما تو همه شادی رو از کجا آوردی؟ گفت غم ها همه از خودخواهی هاست. غم ها همه از چیه؟ از خودخواهی ها و خودپسندی هاست. وقتی خداخواه شدی غم نداری. چطور؟ گفت من پسند خودم، خواست خودم و تو خواست الله فنا کردم. من از خودم هیچ خواستی هم میفهمم بهترین اون چیزیه که خدا برای من تجویز کنه. خدا از مادر به من مهربانتر، هر چی او برای من مقدر کرده او بهترینه، نه اون چیزی که خودم برای خودم میپسندم. برای هر چی پیش میاد میگم چون خدا آورده عین مصلحت و حکمت، همین برای من بهترینه.